سلام علیکم. جا داره که یه سلام جانانه بهتون بکنم و یه معذرت خواهی بابت این نبودن یک ماهه من، یعنی ویدیوهایی که یادم رفته. این ویدیوهایی که من آپلود میکردم همشون مال وقتی بود که موهام مشکی بود و بالا قبلا بود دیگه، مسافرتایی بود که قبلا گذاشته بودم و داشتم آپلود میکردم. و بعد از رنگ موهام یه تایمی که خیلی ناراحت بودم که ویدیوشو گذاشتم که موهام فلان کرد، بهمان کرد، خراب کرد. بعدش هم که یه سری مشکلاتی برام به وجود اومد که یعنی نگم براتون. من این یک ماه اخیر مشکلاتی رو دارم پشت سر میذارم که واقعا خدا داره امتحانم میکنه، چون جز این هیچ دلیلی نداره که اینقدر من توی یک ماه سختی بکشم. و میتونم بگم که این همه مهاجرت کردم، پیر شدم یه طرف، این یک ماه آخرم یک طرف، که انقدر استرس به من وارد کرد که گفتم واقعا من MS میگیرم، دست و پاهام سر میشد و این واقعا خطرناکه. هیچ چیز به اندازه استرس نمیتونه که بدنتون رو به بیماری دچار بکنه و این خیلی خطرناکه. من ویدیوی یه پسری توی اینستاگرام دیدم که پسرم ایرانی بود، از عصبانیت شدید و دادی که اون موقع میزنه مشکل اعصاب پیدا میکنه، یعنی همون لحظه عضله دستش از کار میفته و دیدم که چقدر اعصاب میتونه نتیجه وحشتناکی داشته، بیماری وحشتناکی برای بدن به وجود بیاره. و همیشه ازتون میخوام که هیچ وقت اعصابتون رو انقدر خورد نکنین، حتی اگه در بدترین شرایط قرار بگیرین. اگر نمیتونین خودتون رو کنترل کنین، یا با کسی حرف بزنین، یا پادکست گوش بدین و یا گلگاو زبون بخورین، از نوشیدنی آروم کننده استفاده بکنین. اصلا فکر نکنین که اینجوری اگر ادامه بدین امکان داره که حالتون بهتر بشه، امکان داره بدتر هم بشین. پس از منی که انقدر اعصابمو خورد میکنم، ولی از شما میخوام که این کار نکنین و اعصابتون رو خورد نکنین. اینم از موهای من که البته میبینین چقدر رشد کرده. از فیتو استفاده کردم و اینکه بعد از اینکه اومدم خونه پشت سر هم من رفتم هموم که اون رنگ مزخرفی که گذاشته بود از روی موهام بره. اون رنگ دومیه که خیلی مزخرف بود و شامپو رنگ استفاده کردم. اصلا امروز قراره ویدیو راجع به چی باشه یادم رفت. ویدیو قراره درباره این باشه که من بگم که چیاست واسه موهام استفاده کردم که یه ذره رنگش برگشت و یه رنگ این حالتی که میبینین یک ذره بهتری گرفت و اون زردیش گرفته شد. به علاوه اینکه میخوام با هم دیگه موهامون نه ابرومون رو رنگ کنیم، با اینکه میدونم الان که ریشه موام در اومده، خب این رنگ ابروم خیلی میخوره به رنگ موهام، ولی دوست دارم که آدم که میزنه به سرش میزنه به سرش، همونجوری که زد به سرم رفتم موهامو رنگ کردم. الانم یه چیزی تو مخم تا انجامش ندم ول نمیکنم و میخوام ابرومو رنگ کنم، میخوام ابرومو بلوند کنم، چون احساس میکنم که ابروم اگه روشن‌تر بشه چهره‌م بیشتر باز میشه و قراره که با هم و از این رنگ مویی که من دم گرفتم که میشه بلوند روشن استفاده بکنیم و ابرومون رنگ بکنیم. و شامپو رنگ و اینا میگم بهتون نشون بدم، میگم چجوری استفاده کنین. و مراقبت‌های موی بلوند که من یک ماه موهامو بلوند کردم و برای من توی روز 2 بار دکولره گذاشت که هر کی دیگه بود موهاش میومد پایین. یعنی موهای من به درجه خیلی بد و وضعیت خیلی بدی رسیده بود، اما درمانش کردم. نمیدونم معلومه این الان من اتو اینا نکردم و این موی خودمه و سلامت موی خودمه که برگشته. حتی ببینید من پایینش اینجوری نگه می‌دارم برمیگرده، یعنی مویی که سالم باشه اینجوری نگه می‌داری برمیگرده، ولی مویی که ناسالم باشه اینجوری سیخ وای میسه. بگم چی کار کردم، از چی استفاده کردم، چطوری میتونین موهایی که بلوند کردین رو احیا ببخشین که نخواین کوتاهش کنین و کلا سلامتشون رو نگه دارین. بریم اول ابرومو رنگ کنم، اینکه بشینم راجع به اونو توضیح بدم. چونم رنگ ابرو رو بذارم بعد دارم راجع به اونو توضیح میدم دیگه این رنگ گرفته باشه، اما چون من حواس پرتم یهو میمونه میبینیم گوه میزنه به ابرو. پس اول بریم سراغ معرفی چیزی که استفاده کردم. بچه‌ها این چیزایی که دارم میگم واقعا مفیدن، نه صرفا سر اینکه بخوام یه ویدیو پر کنم چند تا محصول نشون بدم. واقعا اگر اینا رو استفاده بکنید نتیجه میگیرید. این از پریا به شما نصیحت. اول از همه شاید خنده‌تون بگیره، ولی چون انقدر مهمتر از همه ایناست بهتون میگم که اول از همه به این گوش بکنین. آب. بچه‌ها خوردن آب جوری موهاتون رو درست میکنه و به حالت اولش برمیگردونه. اگه آب زیاد استفاده بکنی در روز، واقعا این مشکل خشکی مو و سوخته شدن موتون برطرف میشه.
من اعتقاد دارم به اینکه آب همه چیز رو درمان میکنه. پوست رو درمان میکنه، زخم رو درمان میکنه. اگه شما دچار سوختگی، دچار حافظم پر شد، میبینید تو خدا. داشتم میگفتم که آب انقدر مهمه نقشش که نمیتونم براتون بگم. من اعتقاد دارم که اکثر بیماری ها، اکثر چیزهایی که برای آدم به وجود میاد، بیماری، زخم و هر چیز دیگه‌ای، با آب درمان میشه. و آب درمانی توی گذشته های باستان راجبش خیلی زیاد صحبت شده. میدونم شما به این چیزا اعتقاد دارین یا نه. برعکس شاید خیلی ندونم، من خیلی به چیزای باستانی و کلا چیزهای عجیب دنیا خیلی علاقه دارم و خیلی یه سری چیزها رو باور دارم، مثل اینکه قبلا ها توی قرون وسطا و قبلا گذشته ها میدونستن که آب همه چی رو درمان میکنه، زخم، بخیه، سرطان و همه چیزو، و اومدن اینا از ما پنهون کردن و روش استفاده و آب درمانی رو یه جورایی پاک کردن به خاطر هزاران تا چیز دیگه. مثل اینکه آب زیاد مصرف کنین. میریم سر گزینه، حالا این چیز طبیعی بود، میریم گزینه‌های غیر طبیعی. هم از قبل همون بگم بعد همون بگم؟ بذار من یکی یکی میگم دیگه، خودتون قبل روتینشو دیگه متوجه میگم یعنی توش. دومین چیزی که خیلی مهمه اینه که همیشه موهاتون آبرسانی بشه و همیشه خشکیشو بتونین جز اون آبی که دارین میخورین برطرف بکنین. که من از روغن استفاده میکنم، روغن از اورال استفاده میکنم که هزاران بار من بهتون گفتم یکی از بهتریناست اورال، و این مدلش برای من که معجزه میکنه، چرب نمیکنه و حسابی آبرسان میکنه. تعداد دفعاتش چقدر باشه اصلا مهم نیست. هر موقع دست میزنین به پایین موتون و احساس زبری و خوش بودن میکنین، شما یه دونه پیس اینطوری میزنین و الانم میزنم جلوی خودتون، یه دونه خیلی کوچیک بنزین نخود میزنین، دستاتون اینجوری به هم میزنین، مخصوصا نوک انگشتاتون، و پایین موهاتون رو به این حالت ببینین چرب میکنین. من حتی روزای اولی که من رنگ کرده بودم، شاید باورتون نشه، تا 10 بار در روز این کارو میکردم. هر موقع دست بزنم و احساس میکردم که اون روغنی که زدم خورده شده، جذب شده توسط مومتون، به بالا نزنین، حتی تا اینجا هم میتونین بیاین ببینین. و دست و چربتون رو به ریشه نزنین که ریشاتون چرب بشه. تا اینجا ببینین، مثلا اینجاهای مومو، چون یه بار دکلر که بار دوم از اینجا تا اینجا زد، دکلر قبلی هم گرفت، اینو هیچکی نمی‌بینه، هر کی بکنه موهاش میاد پایین. و این چی بهش بگم برا من انجام داد. اینجا هم شاید باورتون نشه اینجای موم سالم تره این یه تیکه مومه، یعنی این یه تیکه موم یه ذره دیگه بیشتر مون از اینجا موام قطع میشه، ولی اینجا هم سالم بود. خلاصه که اینطوری میکشین و لازم نیست همون یه دفعه زیاد بزنین، اون یه دفعه که زیاد بزنین چرب میکنه، ولی اگه 4 دفعه 5 دفعه در روز بزنین و کم کم بزنین چرب نمیکنه. آرایشگری من چیکار میکنن که تو خود آرایشگاه نمیفهمین چه بلایی سر موهاتون آوردن، میان کلی بهش چیز نرم کننده میزنن و سشوار میکنن. هر موی بلوندی که سوخته باشه تو خوب سشوار بکنی همون لحظه انگار سالمه. ولی واقعیتش اینه که موت وقتی که از همون میان بیرون و هیچ سشواری رو نمی‌کنی، دمیج بودنش و اینا نشون میده که موت سالمه یا نه. یعنی موی منه. از بلندیشه، پشتش هم نگاه نکنین دیگه، دو رنگ است دیگه، تقصیر من نیست. طرف ریده. جلوم اینجام زرده که گذاشتم ترمیم کنم، ولی نه الان، چون برام مهمه که موهام به یه درجه از سالمی برسه، آبرسانی بشه، بعد حالا درستش میکنم. اگر بخوام همون موقع به خاطر اینکه رو مخمه برم درستش بکنم، میتونم موهام بسوزه، همچین ریسک هیچ وقت نمیکنم. وقتی هم که از همون میاین بیرون و میخواین که موهاتون رو خشک کنین، حتی با حرارت سشوار اینجوری از دور، خب حتما باید ضد حرارت بزنین، مخصوصا اگر میدونی که الان از همون اومدین بیرون، همین الان نمیخواین موهاتون رو سشوار کنین یا حرارتی بهش بدین، ولی شما قراره که فردا نه پس فردا مثلا موهاتون رو یه حالتی پایین بدین. خب از همون موقع که از همون میان بیرون کار انجام بدین، دوباره قبلش هم انجام بدین. استفاده از ضد حرارته که من طبق این ضد حرارته که تا الان استفاده کردم، اورال محصولات اورال به نظر من عالیه، قیمت خوب و بازدهی عالی، که برای موهای منم خیلی خوبه. من اینو بار سوم دارم میگیرم، جز این چند نمونه دیگه از برندهای مختلف استفاده کردم و از هیچ کدومشون راضی نبودم. چون من بدون آرایش اومدم خیلی بیروحم، نه دارم وسطش نگاه میکنم، برای رژ لب میزدی اینجوری انگار رنگ پریده‌ای.
و اینو وقتی که از همون میایم بیرون و موهاتون یک ذره نم داره، روی موهاتون قشنگ اسپری میکنین که یه پیس بزنین پایین، قشنگ لایه لایه میگیره اسپری میکنین، به ریشه نخوره که موهاتون رو چرب بکنه و ساقه موهاتون هم حواستون باشه قشنگ اسپری بکنین. یه نمونه دیگه داره که کرمیه که اونو وقتی که بازم موهاتون خیسه حتما باید استفاده کنین. اینو موهاتون خشکم باشه میتونین استفاده بکنین، حالا ولی احتمال موها نم داشته باشه که بخوابه جذبش بشه. اون یه نمونه رو حتما باید موتون خیس باشه. کرمه اینجوری میزنین به موتون، مثل همین روغنی که گفتم همونجوری استفادهش میکنین و یه شونه هم بعدش میکشین که قشنگ بدونین همه موتون جذب شده و دیگه بعد اگه بخواین سشوار چیزی بکنین استفاده بکنین. پس ضد حرارت هم شد گزینه‌ای که خیلی مهمه. حالا استفاده از قرص ها که میگین چه قرصی بخوریم که برامون خوب باشه، به نظر من فیتو عالی ترینه که من یک دوره کاملش استفاده کردم که شد 4 ماه. روزی 2 تا میخورین و حالا بهتره که صبح استفاده بشه. بعد از صبحانه‌ای که میل میکنین اینو استفاده میکنین قرص فیتو رو، که من یک دوره استفاده کردم. انقدر راضی بودم ازش و انقدر رشد قد مو و قطع ریزش موی من تاثیر داشت که من دوباره تهیهش کردم. مثلا وقتی که دیدم موامو رنگ کردم و امکان داره بالاخره بعد هم هر 2 ماه یه ذره نوگیری بکنم دم موامو و پایین موامو، من بهتره که با این جبران بشه و من این استفاده میکنم. به علاوه امگا 3، امگا 3 هم خیلی بچه‌ها تأثیر داره. استفاده از امگا 3 رو اصلا فراموش نکنید، خیلی خوبه. هم برای دختر خانم ها خیلی مفیده. قاعده چیز پریودیتون رو، چرخه قاعدگی نه چرخه پریودیتون هم میتونه یه جورایی منظم بکنه، یعنی خیلی تاثیرات مفیدی داره. امگا 3 رو حتما من در هفته 3 روز استفادهش میکنم. و روغنای گیاهی، روغن تراپی، قبل از اینکه برین حموم حتما روغن تراپی کنین. که من الان از اینی که بندیتو که قبلا اومده بود برام استفاده میکنم. چند تا روغن قراقاتیه ولی شما میتونید خودتون روغنه که میدونید واسه مو خوبه خرازی بگیرین و قاطی بکنین. قبل از اینکه برین حموم، نیم ساعت قبل اینکه برین حموم، کامل به ریشه ها نمیزنین، ساقه های مو از اینجا به پایین خوب روغن تراپیش میکنین و روغنیش میکنین. بعد اینجوری جمع میکنین، این پشت سر میبندین. حالا اگر کاریه، تمیزکاریه، رسیدگی به اینستاگرامیه، هر کاری که میخواین میکنین و بعد نیم ساعت میرین حموم. من در هفته 1 بار این کار انجام میدم ولی چه بسا بهتره که شما 2 بار این کار انجام بدین. این هم عالیه. و یک چیزی که کسایی که موهاشون بلونده حتما و موهاشون رو رنگ کردن حتما به این یه دونه گوش بدین. و کسایی که موهاشون رو رنگ نکردن مشکی هم خیلی میتونه مفید باشه واسه جلوگیری از خشک شدن و خورد شدن و موخوره گرفتن مو. بچه‌ها اینی که میگن یه نفر در هفته هر روز میره همون و نشون دهنده تمیز بودنه، خب این درسته، ولی لطفا وقتی که میرین همون شما بدنتون رو بشورین. شما نباید این سر رو هفته 7 روز بشورین. شما یک روز در میونی هم که میگن سرمو میشورم 1 روز در میون، این هم خوب نیست. شما در هفته باید 2 بار سرتون رو بشورین. کسایی که موهاشون بلوند کردن و روشن کردن در هفته فقط 2 بار بعد سرتون رو بشورین. شما هر روز بریم همون بدنتون رو بشورین و بعد میگه خب ما ریشه موهامون چرب میشه، باید چیکار بکنیم؟ بعد از شامپو خشک استفاده بکنین. وقتی که میبینین چربه، تازه نه پشت کلتون همه جا از شامپو خشک استفاده بکنین. همین این شامپو خشک که بهتون معرفی کنم که مناسب ترینه و بهترینه. من توی تیک تاک دیدم همه بلاگرها دارن تبلیغش میکنن. من گفتم خب آخه خوبه ها، ولی دنبال لیست عالی ام، ولی دیدم واقعا این خیلی خوبه. من بزرگش نمیکنم، این خیلی خوبه. من 4 تا ازش رو میخوام بگیرم بعد از استفاده اول. این حالا برای موهای بلونده، کسایی که موهای تیره دارن از روش نمیشه رنگ تیره، ولی این کسایی که موهای روشن دارن همین این نمونهشو فقط بگیرن. عالیه. تکونش میدین. من الان همون بودم نمیخوام استفاده بکنم چون استفاده زیاد شامپو خشکم خوب نیست. اگه به همه جای موتون بزنین، نه که خوب نیستا، بالاخره بهتره چیزی نزنین دیگه به کلتون، ولی نسبت به همون این خیلی گزینه بهتریه. این شکلی اسپری میکنین از یه فاصله‌ای به فرق سرتون. میدونم ولی نمیذارم. لایه لایه از دور اسپری میکنین تا همینجا. خب این برم همین کار انجام میدین. پشتتونم لایه اول اینطوری اسپری میکنین، لایه دوم رو جدا میکنین، اینجا اسپری میکنین، آولش میکنین. خب
و لازم نیست اینجاهاتون رو بزنین، همه جای موتون لازم نیست بزنین. این کار که میکنید میزنین یه 2-3 دقیقه بمونه، بعد با شامپو با شونه ببخشید اینطوری میکنین، اینطوری البته پریشی اینطوری میکنین و تمام. موهاتون بعد از 10 دقیقه قشنگ اون نگاه رفت تو هوا موها، قشنگ اون چیزش اوکی میشه، چربی که داده، و شما میتونین همون تایم دوبار در هفته رو با این روش اینجا برین همون. مثلا شما من روزای جمعه میرم، بعد شنبه، یک شنبه، دوشنبه میرم، بعد سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه از این اسپریا میزنم، جمعه باز میرم همون. یا اگر ما بین اون تایمی که میرم همون هم قدم احساس چربی میکنه این حرکت انجام میدم. هر روز شما برین همون بدنتون رو بشورین. مثلا موضوع بحثم با این که نیست بدنتون رو نرین همون بشورین که بگین اه اه پیف پیف بومیتین، شما برین قشنگ بدنتون رو بشورین، موهاتون رو گوجه کنین بالا. وقتی میرین تو همون شامپو بزنین لطفا تا ساقه مو شامپو نیارین، همون این اول هم که شامپو کف چه نوری زد، چه نور خوشگلی. حالا شامپو رو کف دستتون اول کف میکنیم، بعد به اینجاها، بعد ته موندهش رو به ساقه ها میزنیم که ساقه هاتون خوش نشه. من یه چیزی که خیلی برای من تاثیر داشت که اون زردی موهامو ببینین، اون زردی بیش از حد موهامو بگیره، این شامپو بنفش بود که یه رنگ خیلی خوشگل میده و این هم از اوراله. در هفته 2 بار نهایت استفاده بکنید. در هفته 2 بار میرین همون، هر 2 بار میتونید استفاده بکنید. بخواید خیلی کمتر موهاتون آسیب ببینه هفته 1 بار استفاده میکنید که کامل زردی موهاتون رو میگیره و جلوگیری میکنه از زرد شدنش. عالیه، عالی. بنفشه. من درشو باز کنم همه جا بنفش میشه. اینو قشنگ موهاتون رو به 2 قسمت تقسیم میکنید، قسمت بالا و قسمت پایین، که قشنگ به همه جاش بزنه. قشنگ از این شامپو میزنین، ماساژ میدین، هم بالا هم پایین، آغشتش میکنین، میذارین 10 دقیقه بمونه. چون این 10 دقیقه که میمونه آروم هی اینطوری ماساژ بدین. بعد اینکه این 10 دقیقه مون، یه 5 دقیقه هم لیف و اینا بزنین، بعد سرتون رو بشورین. معجزه میکنه، یعنی هر موی زردی رو معجزه میکنه. عالی، رنگ اصل ماه میده بهتون. من الان امروز استفاده نکردم، من خیلی وقت الان 2 هفته که استفاده نکردم، مثلا زردیه رو گرفته. الان خب زردیش خیلی برگشته ولی بزنم فوق العاده میکنه. نخواستم بزنم که مثلا موهام چون آسیب میرسونه، ولی این خیلی کمتر از اون شامپو رنگایی که خیلی درصدش بالاه یا کمتر آسیب میرسونه. این شامپوی معمولی هم که بخوام بهتون معرفی کنم اما رنگ کردم هم اورال اینجوری استفاده میکنم، این قرمز رو استفاده میکنم که خیلی خوبه و نرم کننده یکی از دوستام، جا دارم تون صحبت میکنم ولی میخوام خسته نشین، نرم کننده رو یکی از دوستام این استفاده میکرد و من گفت بگیرش پانته، ولی من خیلی رو موهام جواب نداد با اینکه همه ازش راضی‌ان و بعد میگردیم به عشق اول آخرم اورال که این مدلش جوری نرم میکنه موهاتونو، اصلا تراپی میکنه. حتی واسه کسایی که موهاشون مشکی و موهام مشکی بودم از این استفاده میکردم، فوق العاده است. اینم حتما قشنگ میذارین رو موهاتون بمونه. بعد از اینکه اون شامپو بنفشه رو شستین استفاده بکنین، عشق بکنین. دیگه من همه رو مختصر مفید بهتون گفتم تا الان چی کار کردم. میریم سر این که ابرومون رو رنگ کنیم. این مدلیه خب، و من در جعبه‌شو باز کردم ولی استفادهش نکردم. این شکلیه، یه دونه رنگ داره، یه دونه اکسیدان داره و یه دونه از این خوشگلایی که بزنیم من برم گیره بزنم موهام قشنگ نگه دارم که نه تو صورتم و بریم که ابروامون رو رنگ کنیم. من با علم اینکه این رنگ ابرو الان خیلی به موهام میاد، یعنی اون اوایلی که رنگ کرده بودم شاید یه ذره تیره می بود چون ریشم در نیامده بود. من اینجا آینه روشن خودمو ببینم، ولی الان میاد. ولی زده به سرم روشن کنم و بیاین این کار انجام بدیم. اگر بد شد خودش بعد چند وقت تیره میشه دیگه. ابرو زود اینجا جوش دادم، بعد چند وقت اوکی میشه. بروشورش ببینیم چی گفته چجوری استفاده کنیم. منم که آلمانی فول، نه ولی بچه آلمانیم در حد زیاد خوب شده، میتونم بخونم بفهمم. نیاز به آلمانی نداره چون براتون تصویر گذاشته. 1 ابروتون رو بشورید. من که برام چیزی نزدم، تازه همون بودم.
2 اینکه این دوتا رو قاطی کنین، 3 اینکه بزنین به ابروهاتون، 4 اینکه پاک کنین. خیلی راحته. گفته چقدر؟ 5 تا 10 دقیقه هم گفته بمونه. خیلی راحته. ولی فکر کن اینجا هم بچه اینجا رو میبینین، اینجا قاطیش میکنین. پس بیاین این سمت پایین. اینو که واسه شونه کردن و اینم واسه تمیز کردن تهشه. این هم که رنگشه و اینم اکسیدانشه. بچه من فکر کنم بتونم اینو چند بار استفاده کنم چون خیلی کم میخوام بزنم. اینجا قاطی میکنیم. چقدرشو بزنم؟ کافیه ها؟ آره کافیه. سمتتون کم باشه. چقدر بزنم آخه؟ خوبه؟ نمیدونم میزانش چجوریه، اندازگیش. که منم درد گرفت. بسم الله. با این میزنیم. شونه داره واسه شونه کردن که خوب بره تو پوست و جون و استخونش. تایمرم زدم. باید 5 تا 10 دقیقه بمونه. ببینیم چقدر تغییر میکنه. اگه بیفتم رو مود تغییر، من فکر کنم از وقتی که چنل یوتیوب داشتم هیچ تغییر بخوام نده بودم، ولی اگر من بیفتم رو مود تغییر هیچکی نمیتونه دیگه جلو دارم بشه. زیبا رویان. تایمش الان شده 5 دقیقه. 5 دقیقه است که این روی ابروامه و من احساس کنم داره تیره ترش میکنه به جای روشن‌تر. نمیدونم ولی روش زده بلوند روشن. میگم نکنه که من دونکل بلوند گرفتم نه بلوند روشن. همچنان خب بلوند تیرم باید بلونده. بچه هیچ تغییری نکرده. میذارم که 10 دقیقه بمونه. بریم تا 10 دقیقه. بچه این واقعا انگار داره تیره میکنه ها. من رو مشاهده میکنین بعد از 10 دقیقه که بیشترش نباید بمونه و رنگ ابروی من تیره تر شد. چرا ابروی من باید تیره تر بشه؟ اصلا پاکش کنم. گفت با آب ولرم پاک کنیم. چرت میگه این کلا، هرچی میگه چرت. این آخه کجاش بلوند روشنه؟ من نمیفهمم. این بلوند روشنه؟ برم با آب بشورمش بیام. اینم بعدش رو سوشوش که من احساس میکنم تیره تر کرده. واقعا نمیدونم همون رنگی تیره تر کرده. پروژه با شکست مواجه شد و تغییری نکردم. خیلی دلم خواست ابرام روشن تر شد. تیره تر شد. تیره تر شد یا فرقی نکرد؟ شما بهم بگین که فرق کرد یا نه و اینکه بگین که من بعد فکر کنم اکسیدانشو باید بیشتر میزدم. درسته؟ فکر کنم که اکسیدانشو باید بیشتر میزدم. این شد. ببین به ریشه های مون میاد ولی همونه. خب من دلم خواست روشن شه. آقا پس بریم تا ویدیوی دیگه و من ببینم چجوری میتونم روشن کنم. شاید رنگم رو عوض کردم، یعنی برم یه چیزی بگیرم که بتونه روشن کنه. و یه چیزی که الان خیلی معلومه میخوام بگم. ببینید اینا به پای رسیده، این یه دونه به پای نرسیده. ببینین فرقشو. یه سریاش کاملا اوکیه، یه سریاش زردی داره و این زردی هاست که منو کشته. اصلا من نمیدونم چیکار کنم که درست از آب در بیاد واقعا. تا ویدیوی دیگه و یه بلای دیگه که سر خودم بیارم. خدافظ.